دوستان اگر میخواید وارد دنیای کارآفرینی شوید یا در ذهنتان ایده هایی دارید که میخواید این ایده ها را تبدیل بکنید به کسب و کار عملی و موفق، پس این ویدیو برای شماست. در این ویدیو 5 کتاب را معرفی میکنیم که فوق العاده مهم و کاربردی هستند در حوزه کسب و کار و مسیر شما را در دنیای کارآفرینی و تبدیل ایده هایتان به کسب و کار عملی و موفق روشن میسازد. اما قبل از اینکه این 5 کتاب را معرفی کنیم، اول ویدیو را لایک کنید و کانال را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندید. اولین کتابی که معرفی میکنیم کتاب استارتاپ ناب نوشته اریک ریس است. کتاب استارتاپ ناب همونطور که از نامش پیداست کتابی است که انقلابی در عرصه استارتاپ ها به وجود آورده. این کتاب یاد میده که چطور با کمترین منابع و در سریعترین زمان ممکن ایده هایی که در ذهن داریم را ارزشیابی و سنجش بکنیم، ببینیم که با توجه به شرایط، مقتضیات و مکانی که ما میخوایم ایده های خود را به کسب و کار عملی تبدیل بکنیم جواب میده یا نه. چرخه‌ای رو که اینجا می‌بینید 3 عنصر بساز، اندازه بگیر و یاد بگیر عناصری هستند که ما میتونیم ایده های خود رو در این چرخه ارزشیابی و سنجش بکنیم و اگر دیدیم ایده های ما واقعا در شرایط و مقتضیاتی که ما می‌خوایم اون ایده ها را تبدیل به کسب و کار بکنیم جواب میده، بعد شروع میکنیم. اگر تازه میخواین کسب و کارتان رو راه بندازید حتما کتاب استارتاپ ناب را بخونید. دومین کتاب خوشبختی راه به سوی سود اثر تونشی است. کتاب خوشبختی داستان زندگی و کاری تونشی بنیانگذار شرکت زاپوس است. از شکست‌های بزرگ تا موفقیت‌های بزرگ هر چی که تونشی در زندگیش تجربه کرده را با زبان ساده و صادقانه بیان کرده است. راز خوشبختی تونشی چی بود؟ خوشحال کردن مشتری. و این کتاب یاد میده که چطور ایده یا کسب و کار را راه اندازی بکنیم که مشتریان ما از اون کسب و کار یا از خرید محصولات ما خوشحال شوند. و همچنان کارمندایی که در مجموعه ما کار میکنن محصول ما یا فضای کاری ما یا شرکت کاری ما طوری باشه که کارمندای ما خوشحال باشن. یعنی کلا راز خوشبختی تونشی دری بود که یا به عبارت راز سودآوری تونشی دری بود که کارمندان و مشتریانش خوشحال باشن و یاد میده برای ما شما که چطور ایده هایی را خلق بکنیم و کسب و کار را ایجاد بکنیم که باعث شادی و خوشحالی در کارمند و مشتری ما شود. کتاب سوم استراتژی اقیانوس آبی اثر دبلیو چامکین و رینا مابورینا است. این کتاب ما را از رقابت‌های فرسایشی نجات میده و یاد میده که بجای اینکه وارد یک بازار شلوغ و پر رقابت شویم، بجای اینکه وارد یک بازار شویم که در او هزاران فروشنده و هزاران تولید کننده و هزاران خریدار وجود دارند و رقابت بسیار سخت است، در جایی که رقابت بسیار شدید باشه با عنوان یک کسب و کار تازه کار شما هم به سختی میتونید به موفقیت برسید. در این کتاب برای ما یاد میده که چطور بجای اینکه وارد این بازار شلوغ شویم بازار جدید خودمون رو بسازیم، محصول ایجاد بکنیم که بازار منحصر به فرد خودمون باشه، یعنی بازارش انحصاری در دست خود ما باشه و هیچ کس نتونه محصول مشابه محصول ما تولید بکنه. مثال های بسیار الهام بخش را در کتاب ذکر شده که اگر شما مطالعه بکنید از مثال هایی که در کتاب به کار برده شده ممکن ایده های جدیدی هم به ذهن شما خطور بکنه یا اون مثال هایی که در کتاب نهفته شده را با ایده های خودتان تلفیق بکنید طوری که یک محصول کاملا منحصر به فرد و یک بازار جدید بسازید. کتاب چهارم کتابی است به نام 4. کتاب چهارم کتاب است به نام 4. این کتاب راز موفقیت 4 شرکت بزرگ گوگل، فیسبوک، آمازون و اپل را توضیح میده. از استراتژی بازاریابی هوشمند گرفته تا طراحی محصول و رضایت مشتری همه را بیان کرده که چطور این 4 شرکت خودشان را تبدیل کردن با قولهای اقتصادی و قلب میلیون ها انسان را در سراسر جهان فتح کردند. تجربیات شرکت های موفق مثل گوگل، مثل آمازون، مثل فیسبوک و مثل اپل واقعا ارزشمند و خواندنی است و هر کسی که دنبال دنیای کارآفرینی است و میخواد کسب و کار را ایجاد بکنه و راه اندازی بکنه و مدیریتش بکنه به سمت موفقیت، خواندن داستان یا استراتژی های این 4 شرکت بسیار مفید و مؤثر است. اگر به دنبال رشد انفجاری کسب و کارتان هستید کتاب 4 را حتما بخوانید. پنجمین کتاب آیا پرواز خواهد کرد اثر پیت فلین است. کتاب آیا پرواز خواهد کرد به این سوال جواب میده که آیا ایده‌ای که من در ذهن دارم واقعا ارزش داره؟
با یک چک لیستی که در این کتاب معرفی شده، ما ایده هایی که در ذهن داریم را چک میکنیم که ایده ما در کدام بخش، در کدام صنعت و در کدام جا میتونه ایده مؤثر و کاربردی باشه. قبل از اینکه ایده های خود را وقت بگذاریم برش، پول صرف کنیم، سرمایه هدر بدیم و او را تبدیل بکنیم به کسب و کار عملی و ببینیم که نتیجه نمیده، قبل از این کتاب آیا پرواز خواهد کرد به ما یاد میده که ایده های خود را دقیق بررسی بکنیم. چک لیست داده برای هر ایده که ایده های خود را طبق چک لیست این کتاب ارزیابی بکنیم، ببینیم ایده های ما واقعا کاربردی هست یا نه، و بعد از اینکه مطمئن شدیم که ایده ما ایده کاربردی هست، تبدیلش میکنیم به کسب و کار موفق. کارآفرینی یک مسیر پرچالش و هیجان انگیز است. یک مسیر ساده نیست. اگر یک مسیر ساده می بود همه آدمای دنیا کارآفرین میشد. اما میبینیم که تعداد کارآفرینان بسیار کم و تعداد کارمندان بسیار زیاد است. پس مسیر کارآفرینی یک مسیر پرچالش اما هیجان انگیز است و تجربه و هیجانش میارزد. این 5 کتابی که معرفی کردیم مثل چراغ راه میمونه که مسیر شما را در همین دنیای کارآفرینی و تبدیل ایده ها به کسب و کار موفق و کاربردی روشن میسازن. پس اگر در شروع کسب و کارتان واقعا جدی و مصمم هستین، با این 5 تا کتابی که معرفی کردیم شروع کنید. این بود 5 تا کتابی که برای شما در حوزه کسب و کار و راه اندازی کسب و کار معرفی کردیم. منتظر کامنت ها و نظریات زیبایتان هستیم. نظریات و تجربیاتتان را اگر این کتاب ها را خواندید یا کسب و کار را ایجاد کرده اید بنویسید و همچنان در کامنت بنویسید که درباره کدام یک از این کتاب ها میخواهید ویدیوی بعدی ساخته شود. حتما نظرتان را با ما شریک سازید. تا ویدیوی بعد، بدرود.